بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم با قسمت جدیدی برنامه گناهان کبیره خدمت شما عزیزان و سروران هستم. البته در این قسمت در مورد گناه بزرگ دیگری صحبت خواهیم کرد که او عبارت است از خودکشی. انسان خود را بکشد. خودکشی یکی از گناهان بزرگ است، چون الله متعال از این عمل شنی انسانها را منع می کند که خود را نکشند. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث متعددی در مورد کسی که خودکشی می کند وعیدهای عذابهای سخت را بیان می کنند. این خودکشی برابر است که به هر نوعی باشد. یک کسی از مشکلات زندگی خسته می شود، در مقابل مشکلات به جای اینکه صبر و تحمل بکند فکر می کند راه نجات همین است که خود را از بین ببرد، خودکشی می کند. کسی در امتحانی ناکام می شود، دل برداشته می شود، می رود خودکشی می کند. کسی به معشوق خود نمی رسد، می رود خودکشی می کند. کسی مدیون و قرضدار هست، طلبگارهای زیادی دارد، نمی تواند آنها را برآورده بکند و طلب آنها را بدهد، قرض آنها را ادا بکند، می رود خودکشی می کند. یا کسی مشکل خانوادگی و فامیلی دارد، خانم از شوهرش راضی نیست، شوهر از خانمش راضی نیست، به خاطر نجات و خلاصی از این پیوند می رود خودکشی می کند. و یا هم کسی در باب جهاد اگر می رود خودکشی می کند، مثل که امروز انتحاری هایی که امروز صورت می گیرد، بدون شک این هم یکی از انواع خودکشی هست، در اسلام جایز نیست. چون ما چنین چیزی را در تاریخ اسلام در میادین جهاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و اصحابشان سراغ نداریم. آنها چنین خودکشی های نکردند. این که انسان در کمرش بمی میبندد، واسکتی میپوشد که مملو از بم و مواد منفجر است و میخواهد که خود را در میان دشمن رفته منفجر بسازد. البته در یک وقت بعضی از علما با شرایط خیلی زیاد جواز دادن، ولی او شرایط، تحقق او شرایط خیلی مشکل است. با او خاطر این انتحاری هایی که امروز صورت میگیرد در کشورهای اسلامی بدون شک اینها در اسلام جایز نیستند و این روش درست جهاد نیست. البته علمایی که جواز داده بودن میگفتن در مقابل کفار جنگی در میان لشکر کفار اگر کسی میرود خود را منفجر میسازد بدون اینکه به هیچ نفر ملکی آسیب نرسد، به ممتلکات عامه آسیب نرسد، تنها دشمنان جنگی اسلام و مسلمانان کشته شوند، جواز میدادند. ولی او صورت غیر قابل تحقق است که ما در جای برویم تنها دشمنان و
لشکر کفار، لشکر جنگی کفار باشد، به مردم ملکی آسیب نرسد، به ممتلکات عامه آسیب نرسد. این تصورش خیلی بعید است، قول مرجوحی است. لذا امروز در کشورهای اسلامی این خودکشی هایی که صورت میگیرد ولو تحت نام جهاد باشد، این فهم نادرستی از اسلام است، برداشت نادرستی از جهاد است و روش نادرستی از جهاد است. چون دیده شده، تجربه چند سال گذشته ثابت کرده، اینطور نتوانستند دشمن را بترسانند، نتوانستند کشور را از اشغال آزاد بکنند، بلکه تنها به غم ملت مسلمان افزودند، خانواده ها را به ماتم نشاندند، اطفال و کودکان و زنان را به شهادت رسانیدند، در اماکن عامه، در بازارها، در شفاخانه ها، در مساجد، در نمازهای جنازه. این جهاد نیست. تنها با جهاد گفتن جهاد نمی شود. کسانی که جهاد می کنند باید فقه جهاد را بخوانند، روش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در جهاد را بخوانند. محدثین، امام بخاری، امام مسلم و سایر کسانی که مصنفات نوشتند، سنن نوشتند، احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را جمع آوری کردند، کتاب‌های مستقلی در داخل این کتابشان به نام کتاب المغازی که غزوات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را جمع آوری کردند، به نام کتاب الجهاد، به نام ابواب الجهاد، احادیث جهاد را، به صدها حدیث در مورد جهاد را این محدثین در کتاب‌هایشان درس کردند، جمع کردند تا ما فقه جهاد را بفهمیم. جهاد درست را از مسلمان کشی، از آدم کشی، از تخریب فرق کنیم. تا وقتی که جهاد ما مطابق شریعت اسلامی، مطابق جهاد پیامبر، مطابق سنت پیامبر، مطابق روش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در جهاد نباشد، نتیجه نمیدهد. به همین خاطر ما نتیجه ندیدیم، چون در این جهادها اتباع رسول الله صلی الله علیه و سلم را مد نظر نگرفتیم. فراموش کردیم که ما امام المجاهدین پیامبر ماست، امام مجاهدین رهبر ماست که در بیشتر از 27 غزوه با نفسشان شریک شدند و لشکر اسلام را قیادت و رهبری کردند. عملا بر ما جهاد را آموختند که ما چطور جهاد کنیم و با کی جهاد کنیم، کی را بکشیم و کی را نکشیم، به کی آسیب برسانیم و به کی آسیب نرسانیم. دین ما واضح است، دین اسلام کامل شده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روش جهاد را به ما آموختند و دین تکمیل شد. باز پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتند. باید کسانی که جهاد میکنن به فقه جهاد برگردن، به ابواب جهاد در کتب احادیث برگردن، به فهم صحابه و فهم سلف امت از قرآن و حدیث مراجعه بکنن. لذا چنین خودکشی ها داخل است در این خودکشی گناه، در این خودکشی که در اسلام حرام گفته شده. امیدوار هستم کسانی که یا با فهم غلط یا با احساسات بیجا، با عواطف بیجا فریب این حرف ها را خوردن متوجه شوند. هر وقتی که ما جهاد را با اخلاص و با طریقه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جهاد کردیم، آن وقت جهاد ما نتیجه میدهد، جهاد مثمر هست. الله متعال فتوحات، پیروزی ها را نصیب ما میگرداند. این وعده الهی است. و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر شما مؤمن هستید غلبه و پیروزی از آن شماست. ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. این وعده الهی است و الله لا یخلف الميعاد. الله به وعده های خویش هرگز بی‌وفایی نمی کند.
الله ما وعده شکن عهد شکن نیست. ما را وعده کرده است که پیروزی از آن ماست به شرطی که ما مؤمن باشیم. اگر ما دین او را کمک کردیم او ما را کمک میکند. باید روش پیامبر او را صلی الله علیه و سلم را دنبال کنیم که جمله دوم، اصل دوم در کلمه توحید محمد رسول الله است. ما وقتی که محمد را به عنوان فرستاده الله قبول کردیم و به این ایمان آوردیم، مکلف و مجبور هستیم که در هر امر از امور زندگیمان طبق او رفتار بکنیم. نماز میخوانیم طبق او، روزه میگیریم طبق او، به حج میرویم مثل او، زکات میدهیم مثل او. اگر جهاد میکنیم به میدان جهاد میرویم، باید روش او را دنبال کنیم. الله متعال میفرماید ولا تقتلوا انفسکم، نفس هایتان را نکشید، از بین نبرید. ان الله کان بكم رحیما، یقینا الله به شما مهربان هست، رحیم است. در این شک نیست که الله به ما از خودمان کرده مهربان تر است. ما بر خود ظلم میکنیم اما الله مهربان است بر ما. در ادامه میفرماید و من یفعل ذلك عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارا و کان ذلك علی الله یسیرا. کسی که نفس خود را از بین میبرد و میکشد، با تجاوز حدگذری میکند و ظلم میکند بر خود، فسوف نصلیه نارا، ما به زودی او را به آتش جهنم میاندازیم. و کان ذلك علی الله یسیرا، و این در آتش جهنم انداختن بر الله آسان است. در تفسیر این آیت که ولا تقتلوا انفسکم، شما نفسهایتان را نکشید و از بین نبرید، امام واحدی در تفسیر این آیت میگوید که مراد از تقتلوا انفسکم این است که یکدیگر را نکشید. ای مسلمانان، ای مؤمنین، شما یکدیگرتان را نکشید، چون شما همه اهل یک دین، اهل یک ملت هستید، مثل یک نفس. مؤمنین مثل یک نفس هستند با هم، پس یکدیگر را نکشید. یک تفسیری آیت این است که ولا تقتلوا انفسکم، یکدیگرتان را نکشید. اون مسلمان هم گویا نفس ما هست، چون ما یکی هستیم. یک تفسیری آیت این است، این تفسیر هم درست است. تفسیر دیگه آیت این است که خود را نکشید. من نفس خودم را نکشم، من خودم را نکشم، شما خودتان را نکشید. از این آیت این دو معنا و دو تفسیر هر دوش درست است و آیت به هر دوش دلالت می کند، چون برای هر دو دلیل است. ما یکدیگرمان را نکشیم، آیات زیادی به این معناست که یکدیگر را نکشیم و همچنان خود را نکشیم. معنای این آیت این هم است که ما خود را هم نکشیم. دلیل این که معنای این آیت این است که ما خود را نکشیم، روایت است از عمرو بن عاص رضی الله عنه. عمرو بن عاص رضی الله عنه میگوید که در غزوه ذات سلاسل، در غزوه ذات سلاسل رفتیم، در غزوه رفته، در میدان جهاد، زمستان است، سرد است هوا، شب احتلام شده. عمرو بن عاص صبح وقتی که برخاسته باید غسل کنه، احتلام شده، جنوب شده، در شب خواب دیده و احتلام شده، باید غسل بکنه. میگه هوا به حد سرد بود که غسل کردن من ممکن نبود. ترسیدم از این که با این آب سرد در این هوای سرد در این دشت غسل کنم از بین میرم، لذا غسل نکردم، تیمم کردم و دوستانم را نماز هم دادم. پیش امامم شده، مجاهدینی که همراهش بود آنها را امامت هم کرده، نماز را امامت کرده. میگه وقتی که از اینجا برگشتیم، بعداً به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این داستان را حکایت کردم. گفتم میگه که امی تو ما
شب جنوب شدم، احتلام شدم، فردا هم تیمم کردم و غسل نکردم و به دوستانم نماز دادم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت میگه که ای عمر، تو با آنها نماز دادی در حالی که جنوب بودی؟ در حال جنابت با آنها نماز دادی؟ عمرو بن عاص میگه که میگه که بله ای رسول الله، بله من در حال جنابت با آنها نماز دادم، چون من از خودت این آیت رو شنیده بودم که خوانده بودین ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما، هیچ وقت خود را نکشید، الله به شما مهربان و رحیم است. من اگر غسل میکردم از سردی هوا، سردی آب در آن دشت، در آن صحرا میمردم، ترسیدم از اینکه بمیرم، تیمم کردم. فضحك رسول الله صلی الله علیه و سلم ولم یقل شیئا. با استدلال عمرو بن عاص از این آیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تبسم کردند و چیزی نگفتند. یعنی برداشت عمرو بن عاص را از آیت تقریر کردند، ثابت کردند با این سکوتشان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. اگر برداشت او غلط می بود که آیت به معنای خودکشی نیست، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حتما حرف می زدن و سکوت نمی کردن. پس خودکشی از نگاه همین آیت، از روی این آیت ممنوع است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در روایت دیگری می‌فرماید، جندب ابن عبدالله رضی الله عنهما این روایت را نقل می‌کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند کان فی من کان قبلکم رجل به جرح فجزع. در امتیان پیشین یک مرد بود که او زخمی داشت، در یک جای بدنش زخمی بود. این مرد مجروح و زخمی در مقابل این زخم صبر نکرد و روزی چاقو را گرفت، دستش را، این رگ دست را قطع کرد تا اینکه خون به حد رفت که این انسان وفات کرد، این مرد وفات کرد و خود را این گونه کشت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید که الله متعال فرمود بادرنی عبدی بنفسی، بنده من در مورد نفسش عجله کرده، از من کرده. حرمت علیه الجنه، منم جنت و بهشت را بر او حرام گردانیدم. در حدیث دیگری در صحیحین است، از ابو هریره رضی الله عنه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روایت میکنه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من قتل نفسه، این حدیث خیلی سریع است، من قتل نفسه بحدیدة، کسی که در دنیا نفس خود را میکشد، بحدیدة با یک آهنی، او مرمی باشه، گلوله باشه، چاقو باشه، هر چیزی که باشه، آهن، آلاتی که از آهن جور میشه و با او انسان خود را میکشه، اگر با آهن خود را در این دنیا کشت، در قیامت فحدیدته فی یده یتوجع بها فی بطنه فی نار جهنم خالدا فیها ابدا. در روز قیامت هم همان آهن به دستش می باشه، همان سلاحی که با او خود را کشته، چاقو است، سرچکه هست، با او در شکم خود در جهنم فرو می برد و در جهنم همیشه می ماند. و من قتل نفسه بسم، کسی که در دنیا توسط زهر میخورد و خود را میکشد، خیلی ها این گونه خودکشی میکنن، زهر میخورن خود را میکشن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که در روز قیامت در جهنم در دست او زهر میباشد و این زهر را میخورد و در جهنم همیشه میمانند. و در ادامه میفرمایند و من نزل من جبل فقاتل نفسه، کسی می رود از بالای کوه خود را پایین می اندازد و این گونه خودکشی می کند، در جهنم هم همیشه از بالا به فرو می رود.
این وعید خطرناکی است برای کسانی که خود را در دنیا میکشند و خودکشی میکنند. در حدیث دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید لعن المؤمن که قتله، نفرین کردن مؤمن و لعنت فرستادن به مؤمن مثل این است که او را کشته باشی. و در ادامه این حدیث میفرماید و من قتل نفسه بشیء عذب به یوم القیامه، در این دنیا کسی که توسط هر چیزی که خود را از بین میبرد در قیامت با همان چیز عذاب می شود. و اگر چاقو هست با چاقو، زهر است با زهر، از بلندی کوه خود را پرتاب می کند همین گونه، و اگر با بم و مواد منفجره خود را می کشد، این هم در روز قیامت با همان چیز خود را می کشد. هر کسی که خودکشی می کند. در حدیث دیگری از مرد نقل می شود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند مردی در میدان جهاد مجروح شد، زخمی شد در یکی از غزوات، تحمل این زخم و درد این زخم ها را تحمل نکرد، خودکشی کرد. با شمشیرش خودش را کشت این آدم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود هو من اهل النار، او از اهل جهنم است. این در کجا خود را خودکشی کرده؟ در میدان جهاد با لشکر مسلمانان، در لشکر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، در جهادی که هیچ شک و شابهه‌ای در او جهاد وجود ندارد، چون به زیر بیرق پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم علیه دشمنان الله و پیامبر جهاد میکند و میجنگد، در آنجا خودکشی میکند، با شمشیرش خود را میکشد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که هو من اهل النار، او جهنمی است. الله اکبر. پس بعد از این وعید هیچ کسی نباید این جرأت را بکند که به خودکشی رو بیارد، به هر نوع از انواع باشد، به هر شکل از اشکال که باشد. الله متعال همه ما شما را توفیق و هدایت نصیب بکند که به دین الله همان گونه‌ای که الله و پیامبر گفته و میخواهند همان گونه رفتار بکنیم و زندگی خود را در زیر سایه اسلام در پیروی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سپری نماییم تا قسمت بعدی که باز هم با گناه دیگری از گناهان کبیره خدمتتان حاضر میشم. همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.